با یکی شما درود بینندگان همیشگی نوارهای ما. زمان در میان یک قبیله هندویان تعامل رایج بود که موافق آن جسارت و دلیری و صفتهای مردانگی جوانان را میسنجیدند. هر یک جوان برای آنکه به مرد حقیقی تبدیل یابد میبایست حتما از این سنجش گذرد. جوان همراه پدرش به جنگل فرستاده میشد و پدر چشمان پسر را با چشمبند محکم میبست و او را تا صبحدم آنجا تنها میگذاشت. اگر جوان تا طلوع آفتاب آنجا نشسته چشمبند را از چشمش نکشاید، پس او مرد حقیقی حسابیده میشد. این گونه تعامل رایج بود در آن قبیله. پدر نیز پسر خود را به جنگل برد و چشمانش را بست آنجا گذاشت. جوان چون در اطرافش کسی نبود، نمیتوانست از کسی مدد پرسد. وجودش را ترس و هراس فرا میگرفت، چون که هر لحظه هر گونه صداهای عجیب، شرفه های پای، صداهای الاس و غرش هر گونه درندگان به گوش می رسید. جوان نمیتوانست بندینه را کشاید و خود را محافظت کند. در عکس حال از سنجش نمیگذشت و در نزد هم قبیله های خود شرمنده و شرمسار میگردید. روزی پدر پسرش را به جنگل برد. شمال سخت میوزید و از گرد و اطراف صداهای وهم‌انگیز پایمانی و الاس درندگان شنیده میشد. جوان با چشمان بسته به زمین نشست و میاندیشید که باید صبور باشد و ترس و هراس را از دل بیرون کند، چون که تنها با شجاعت و مردانگی او میتواند این سنجش جدی را پس سر نماید. وقتی عاقبت نخستین شعاعهای آفتاب به رویش رسیدند، او چشمبند را گشود و پدرش را در پهلویش دید و خیلی هم در تعجب شد. معلوم شد که پدر تمام شب کمی دورتر از پسر نشسته او را از همه خوف و خطرهایی که جوان آن شب با آنها مواجه شده میتوانست محافظت نموده است. اگر ما کمی با تأمل این نقل را فکر کنیم و تحلیل کنیم، مثل این جوان هر یکی ما نیز هرگز تنها نیستیم، چون خداوند ما همیشه با ما و نگهبان ما است، وابسته از همه مشکلات و ترس و هراسی که هر دم ما را فراگیر می شود. خداوند همیشه با هر راه و واسطه ما را امین نگاه می دارد. ما را کفایت است که برای کمک کردن دستمان را به او دراز کنیم و به او مراجعت نماییم. اگر ما او را نمی بینیم، این معنی آن را ندارد که او در پهلوی ما نیست، چون که ما با راه ایمان و اعتماد قدم می نهیم، نه با راه بینش و رویا. یعنی که مهم ما احساس کنیم که خداوند با ما است.